با عرض سلام و درود خدمت همراهان همیشگی چنل بهنیا گیمر. امروز برای اولین بار اومدیم با صدای آقای جواد خیابانی بازی فینال چالش رو گزارش کنیم. حالا بازی آغاز میشه. برناردو سیلوا، کانده، اینترنتش میرینه. روبن دیاز برای ادرسون مورایس. به نظر من سیتی یکی از بهترین تیماست برای چالش. حالا یه فرصت، اونا میتونستن دروازه رو باز کنن. برناردو سیلوا پاسش به مقصد نمیرسه. حالا یه اشتباه دیگه. بارسایی ها فعلا دارن حمله میکنن. حالا پاسشون به مقصد نمیرسه. ادرسون مورایس. حالا یه فرصت برای ارلینگ هالند. ارلینگ حالا یه فرصت و گل. ارلینگ هالند نشون میده که گل زنه، ماشین گل زنه این ارلینگ هالند. حالا بازی رو بارسایی شروع میکنم. بازی که من امیدوارم ما ببریم. این بازی رو با بارسلونا افتادیم و کار سختی نداریم. اولین گل رو هم زدیم. برناردو سیلوا. حالا فرصت برای فیل فودن، اما نمیتونه. لواندوفسکی. استونز یه تکل موفق و عالی میزنه. ادرسون مورایس، کایل واکر. ارلینگ هالند به توپ نمیرسه و ترشتگن توپ رو دفع میکنه. گواردیول، بازیکنی که از لایپزیگ به سیتی اومد. حالا کانسلو میخواد بازی رو آغاز کنه. همین کار رو هم میکنه و بله، نیمه اول تموم میشه. بریم برای تعویض بازیکن‌ها. گریلیش به جای فودن، اکانجی به جای گواردیول، دوکو به جای آلوارز و کوواچیچ به جای برناردو سیلوا. برناردو سیلوایی که باعث حذف تیم تو لیگ قهرمانان اروپا شد. حالا بارسایا صاحب توپ و مالک توپن. دیونگ، فرانکی دیونگ، یکی از بهترین هافبک ها تو سال 2023-2024 هست و شد. روبن دیاز میکشه زیرش. جک گریلیش پاسش به مقصد نمیرسه. حالا یه اشتباهی که خیلی خطرناک بود. میتونست دروازه باز بشه، ولی لواندوفسکی از این فرصت استفاده نکرد. حالا اشتباه از اون طرف. فرصت دست. حالا کوواچیچ یه پاس. ارلینگ ضربشو کجا میزنه؟ ارلینگ هالند. مارک-آندره ترشتگن بازی رو آغاز میکنه. بالده ای که پیشرفت خوبی داشت. دیونگ. بازی اصلا هیجان نداره. بازی که میشه گفت میتونست پرگل بشه. حالا ارلینگ یه فرصت و رافینیا میگیره توپ ازش. اگه اشتباه نکنم رافینیا بود. من شرط میبندم این بازی رو یا سیتی میبره یا بارسا. حرفایی که آقای خیابانی هم خودش میگه. ماتئوس نونز میاریم به جای کوین دی بروینه. صبر میکنیم. صبر خیلی مهمه. ما باید تو زندگی صبر و شکیبا باشیم.
یک باگ هم خورد اونجا فکر کنم. حالا بارساییان که اشتباه میکنن. گریلیش، ادرسون مورایس خیلی خوب بازی سازی میکنه. کانده، لواندوفسکی، روبن دیاز اشتباه میکنه، توپو به اوت میزنه. ژائو کانسلو، ماتئوس نونز توپو دفع میکنه. حالا بارسایا میخوان یه حمله کنن تو این آخرای بازی، اما آفسایدی که سیتی رو نجات میده و بله تموم میشه. این ماراتون تموم میشه و بهترین بازیکن زمین هم ادرسون مورایس میشه. خب دوستان، به بخش انتهای ویدیو رسیدیم و امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید و برای حمایت از من ممنون میشم. چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع از ویدیوهای بعدی که تو کانال قرار میدم فعال کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.